سلام دوستان، امروز میخوام شما رو با راه اندازی PWM در میکروکنترلرهای SD آشنا کنم. اولین کاری که انجام باید بدیم در واقع درک مفهوم PWM. خود PWM روشی هست برای انتقال توان از یک منبع به یک گیرنده و پایه و اساس PWM تولید شکل موج مورد نظرمون با دوره تناوب و زمان وظیفه مورد نظر ما هست و این کار اینجوریه که شما میان یک شکل موج مثلثی یا دندون اره‌ای رو به یک مقایسه کننده میدید، به پایه دیگرش هم یک سطح ولتاژ مورد نظرتون رو میدین. از مقایسه این دو با هم خروجش یک سیگنال مربعی میشه که دوره تناوب متناسب با دوره تناوب اون شکل موج مثلثی داره و در حقیقت اون زمان فعال بودن یا دیوتی سایکلش متناسب با سطح ولتاژیه که در برخورد به اون شکل مثلثی ایجاد میشه. در میکروکنترلرها ما با 3 روش میتونیم این PWM رو پیاده سازی کنیم. در میکرو ما از تایمرها استفاده میکنیم. در روش تولید PWM در تایمرها اساس کارش اینه که شما میایید و شمارنده رو فعال میکنید. این شمارنده حالا با توجه به اینکه از چه نوعی هست، بالا رونده است، پایین رونده است یا اینکه متقارنه، میاد و در حقیقت اون شکل موج مثلثی رو برای شما میسازه. در تایمر که از نوع مربعی هست شما در واقع از 0 شمارنده‌تون میشماره تا به اون مقدار مورد نظرتون که در رجیستر فکر میکنم آتو ریلودش قرار داده برسه، در اونجا ریست میشه. در واقع شما با اون مقدار دارین دوره تناوب سیگنال خروجی رو میسازید و حالا اون در واقع سطح ولتاژی که گذاشتید وقتی که با این سطح شیبدار برخورد میکنه میاد و اون دوره فعال بودن یا همون دیوتی سایکل سیگنال موج خروجی رو میسازه. در تایمرهایی که پایین رونده هستن شمارش در جهت عکسه، یعنی از اون مقدار عدد مقایسه شروع به شمردن میکنه تا میاد به پایین و به 0 میرسه و در واقع یک شما یه شیب نزولی دارین در شکل موجتون. وقتی که به اون با اون سطح سیگنال مورد نظرتون برخورد میکنه، تازه در اونجاست که تو سیگنال خروجیتون زمان فعال بودن در واقع سیگنال خروجی آغاز میشه و در نقطه‌ای که شکل موجتون در نقطه‌ای که تایمرتون به 0 میرسه این زمان فعال بودن تمام میشه. در شمارنده هایی که متقارنن، یعنی یک بار از 0 میشمارن تا به اون مقدار مورد نظر برسن و دوباره از اون نقطه به سمت پایین میشمارن تا به 0 برسن، شما یک شکل موج در واقع متقارن رو توی تایمرتون دارید. حالا در اینجا اساس کارش اینجوریه که وقتی که برای بار اول از 0 شروع به شمردن میکنه، زمان فعال بودن PWM آغاز میشه تا به اون جایی که این سیگنال مقایسه با اون سطح شیبدار برخورد میکنه. وقتی برخورد میکنه در واقع غیر فعال میشه، نوبت به غیر فعال شدن اون سیگنال خروجی میرسه و مجددا در جایی که در شیب نزولی اون سیگنال قطع میکنه اون شیب رو، دوباره دوره تناوبتون در واقع زمان فعال بودن موج فرا میرسه و همینطور این سیکل ادامه پیدا میکنه. در تایمر میکروکنترلر STM32 ما برای تولید شکل موج PWM میایم از تایمرامو در مورد اینپوت کپچر استفاده میکنیم، یعنی 2 ورودی سیگنالمون رو که به یک تایمر دادیم در نظر بگیرید. شما تو یکی از این رجیسترها که همون در واقع مثلا تایمر یکتون اگر استفاده کرده باشید، تو کپچر کامپیر رجیستر یکتون مقدار
متناسب با دوره تناوب سیگنال خروجی رو نگه می‌دارید و و توی اون یکی ورودی کپچرتون در واقع زمان معادل با همون فعال بودن یا همون دیوتی سایکل از سیگنال موج رو قرار میدید. شمارنده که شمارش میکنه از صفر میاد میشماره تا به مقدار کپچر کامپیر رجیستر 1 برسه که در واقع مثلا توی این مثال ما عدد 4 رو قرار دادیم. به این نقطه که برسه شما میبینید که دوره تناوبتون متناسب با کلاک ورودی در این میزان از شمارش قرار میگیره و در نقطه‌ای که شمارنده به عدد درون کامپیر رجیستر دوم میرسه شما میبینید که در این نقطه پهنای اون پالس خروجیتون در واقع غیر فعال میشه و در نتیجه شما در خروجیتون اون شکل موج مربعی رو میبینید. یه نکته که من لازم بهتون بگم اینه که اگه توی اون کپچر کامپیر رجیستر دومتون حالا عددی که میذارید اگر برابر با مقدار تایمر کپچر کامپیر 1 باشه یا بیشتر شکل موج خروجی همیشه فعاله و اگر 0 بذارید میبینید که خروجیتون همیشه غیر فعاله و روی سطح 0 باقی میمونه. حالا من به صورت عملی در ادامه میخوام بهتون راه اندازی در واقع PWM رو بهتون عملا نشون بدم و خب توی اون مثال خواهید دیدش که ما از کلاک سیستم کلاک داخلی 72 مگاهرتز استفاده میکنیم و تصمیم داریم که در حقیقت یک دوره تناوب 2 ثانیه‌ای توی اون مثال براتون ایجاد کنیم، ولی 3 مورد یعنی با تغییر مقدار رجیستر دوم 3 تا دیوتی سایکل 1/2 1/4 و 1/8 رو براتون عملا بسازیم. خب قبل از اینکه مثال عملی رو بهتون نشون بدم در اینجا ازتون خواهش میکنم که آدرس تلگرامی ما یا سایر کانال های ما رو دنبال کنید و تا بتونید که کدهای برنامه و ویدیوها رو کامل دانلود کنید. پس با ما همراه باشید. خب میکروکنترلرمون رو انتخاب میکنیم. STM32 F103 C8. بعد از اینکه میکروکنترلر رو انتخاب کردیم نوبت به انتخاب نوع کریستال روی بردمون و همچنین انتخاب نوع دیباگرمونه که حتما دیباگر رو باید انتخاب بکنید. پریفرال کلاک داخلی رو راه میندازیم و سیستم کلاکمون رو روی حد اکثرش همون 72 مگاهرتز انتخاب میکنیم. خواهیم که از تایمر 1 استفاده کنیم. منبع کلاکمون رو از کلاک داخلی انتخاب میکنیم، اینترنال کلاک. خب پینی که میخوایم انتخاب بکنیم برای تولید PWM کانال 1 از همین تایمر هستش. با توجه به توضیحاتی که بهتون دادم از اونجایی که کلاک ورودیمون 72 مگاهرتز بود و ما میخواستیم که در واقع یه موجی با دوره تناوب به 2 ثانیه ایجاد کنیم، با توجه به اون پری اسکیلرمون و کانترمون رو مقادیرش رو انتخاب میکنیم. خب تو پری اسکیلر 7200 رو میذاریم و در شمارندمون هم متناسب با محاسباتمون عدد 20000 رو میذاریم. نتیجهش میشه که ما دوره تناوب 2 ثانیه داریم. حالا برای اینکه مرتب تکرار بشه اتوریلودش رو هم به صورت خودکار فعال میکنیم. نوبت میرسه به در واقع انتخاب تنظیمات خود واحد تولید PWM. مودی که انتخاب میکنیم مود 1 هستش. اینا تفاوتشون در واقع فازش و یعنی در واقع در جهت تولید PWM.
چون اون سرعت فرکانسی هم که میخواین تولید بکنید مهمه که متناسب با هر چقدر فرکانستون بیشتر باشه، در واقع شما باید فست مود رو هم متناسبش باش فعال بکنید. از اونجایی هم که ما میخواستیم الیدیمون رو در لبه الیدیمون رو در سطح لو فعال بکنیم، چون که پولاپ فعال داره از بیرون، مقدار سطح فعالیتمون رو برای موج PWM در سطح لو انتخاب میکنیم. خب حالا میخوایم پروژه‌مون رو تولید کنیم، یک نام براش میذاریم و KLNDK رو انتخاب میکنیم و فایل های لازمی هم که حتما لازمه که تولید بشه رو هم تیکش رو میزنیم. کد تولید جنریت کد رو بزنید تا کد لازم تولید بشه. از اینکه فایل های لازممون توی کیل آماده شد، یک بار برنامه رو کامپایل میکنیم. خب یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. مقادیر PWM رو توی تایمر 1 تنظیم کردیم و PWM رو هم در واقع با استفاده از تابع تایمر پاور آن فعالش میکنیم، یعنی اجازه میدیم که شروع به کار بکنه. الیدیمون رو هم که همونطور که گفتم از سمت در واقع از سطح کادودش به پین خروجی کانال 1 تایمرمون وصل کردیم. بنابراین هر موقع که خروجی سیگنال PWMمون لو میشه، لیدیمون روشن میشه متناسب با دیوتی سایکلمون. خب حالا نتیجه کار رو روی بورد میریزیم و با هم نتیجه رو میبینیم توی دیوتی سایکل های البته متفاوت. دیوتی سایکل 1/2 بود، دیوتی سایکل 1/4. آدرس تلگرامی ما یا سایر کانال های ما رو دنبال کنید و تا بتونید که کدهای برنامه و ویدیوها رو کامل دانلود کنید. پس با ما همراه باشید.